نکردن. وجود داره. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که ابو هریره روایت میکنه رضی الله عنه، ابو هریره نزدیک به 5700 خورده، نزدیک به 6000 حدیث رو از پیامبر روایت کرد. یکی از فقرایی است که خیلی وقت نان شب گیرش نمی آمد، سنگ به شکمش می‌بست. عبدالرحمن ابن صخر الدوسی اسمشه، معروف به ابو هریره. ابو هریره یعنی پدر گربه. ابو یعنی پدر و هریره تصغیر هر است، یعنی پدر بچه گربه. این کنیه هم پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش داد تو یک تلمیحی و چقدر با صحابه راحت بود. ابو هریره علاقه به بچه گربه داشت، همیشه تو بغلش بود. بعد پیامبر بهش گفت تو ابو هریره. یه وقتی دید که دنبال علی میگشت رضی الله عنه، گفتن که علی تو مسجد رفته، رفت که تو مسجد خوابیده. خب مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم که دیگه کفش سنگ رخام و سرامیک و موزاییک نبود، خاک بود. دید که رو خاک خوابیده، دستش زیر خدش رو خاکه، صورتش خاک رو در بر گرفته، خاک صورتش رو در بر گرفته، دست به صورتش میکشید، خاک رو پاک میکرد. بس بهش گفت قم یا ابا تراب. یک کنیه ابا تراب بهش داد. راحت بود، با صحابه مزاح میکرد. ابو هریره بیشترین احادیث رو روایت کرده، حتی متهم شد که چرا این همه احادیث رو روایت میکنه. یکی از احادیثی که در بخاری و مسلم هست، امام نووی در ریاض الصالحین این حدیث رو در باب محبت و دوستی با خدا آورده، اینه. واقعا این حدیث تکان دهنده است و برای اونهایی که عشق واقعی و محبت خالص برای الله دارن، این حدیث وقتی میشنون واقعا پر میزنن، بال در میارن، از شوق به طرب میان، به وجد میان. مضمون این حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر خداوند محبتش بر بنده قرار گرفت، چطوری محبت خدا بر بنده قرار بگیره؟ این که بنده از خودش چیز خوبی نشون بده، دل پاکی نشون بده، رفتار درستی نشون بده، دلی که سرشار از محبت خدا و رسول خداست. رفتار خداپسندانه تا نظر خدا رو به خودش جلب بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر نظر محبت خدا بر بندی در نتیجه قلب پاکش و رفتار صحیح و درست و خداپسندانه‌اش و تواضع و فروتنیش در مقابل خدا و خلق خدا از خود نشون داد که نظر خدا و محبت خدا متوجه شد، بلا فاصله خداوند جبرائیل رو در آسمان میطلبه، به جبرائیل اعلام میکنه ای جبرائیل. جبرائیل میگه لبیک یا رباه، اسم میبره، من فلان بنده پسر فلان در روی زمین دوست دارمش،
الله میگه به جبرائیل تو هم دوستش بدار. جبرائیل میگه سمعا و طاعه. چه شرفی است از این بالاتر؟ این محبت خدا منوط به این که ما سوژه های خوب بیافرینیم، هنرهای زیبا به نمایش بگذاریم از خودمون تو این دنیا. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. تو دنیا همه چی هست ولی محبت هم هست، محبت صادقانه و خالصانه هم هست. جبرائیل رو میطلبه رب العزت و الجلال. جبرائیل فرمانده کل فرشتگانه، مقربترین فرشتگان خداوند جبرائیله و فرمانده کل فرشتگانه. مطاع ثم امین. در ملکوت اعلی کل فرشتگان از جبرائیل اطاعت میکنن و سفیر وحی خداونده. ای جبرائیل من فلان بنده پسر فلان رو در دنیا دوست دارم، تو هم دوست بدار. میگه لبیک سمعا و طاعه. بعد جبرائیل صدا میزنه در کل آسمان ها به همه فرشتگان خداوند، میگه رب العزت و الجلال اعلام کرده که فلان بنده رو در روی زمین دوست داره، شما هم دوست بدارید. کل فرشتگان میگن سمعا و طاعه. بعد که در آسمان مسئله فیصله شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند برای این بنده در زمین بین کل مخلوقات خداوند مقبولیت می نویسد. وقتی گفتم کل مخلوقات خداوند یعنی هم دریا با همه مخلوقاتش، هم کوه و دشت و جنگل با همه موجوداتش، چه جمادش چه حیات دارش. اون موقع دیگه وقتی در دشت و کوه میرید احساس میکنی این کوه با تو هماهنگه. یسبح لله ما فی السماوات والارض. سایر مخلوقات غیر از ذی‌روح، غیر از انسان، غیر از انسان و جن با زبان حالشون تسبیح خدا میگن. این جزر و مد دریا تسبیح خداست، طلوع و غروب خورشید تسبیح خداست. به امر خدا طلوع میکنه، به امر خدا غروب میکنه. شب و روز تسبیح خداست. چند تا سوره در قرآن داریم که با تسبیح شروع میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما انسان با زبان قالشه بیان میکنه. انسان دو حالت داره. پس کل مخلوقات خداوند همه تسبیح خدا میگن، اما انسان دو حالت داره، یک بعد اختیاری، دو بعد اجباری. کل مخلوقات خدا بعد اجباری دارن. کوه نمیتونه نافرمانی بکنه، دریا نمیتونه نافرمانی بکنه، خورشید و ماه نمیتونه نافرمانی بکنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارن. پس سایر مخلوقات تسبیحشون اجباریه، اما انسان دو بعد داره، بعد اجباری و بعد اختیاری. تولد و مرگ.
پیر شدن، مریض شدن، خواب، اینا بعد اجباریشه. نمیتونه از نظام کونی و قدری و اجباری خداوند سر باز بزنه. کسی نمیتونه در دنیا بگه من پیر نمیشم، من نمیمیرم، من خسته نمیشم، من نیاز به خواب ندارم. اینا بعد اجباری که بر کل مخلوقات. تو بعد اجباری انسان ثواب و گناه وارد نمیشه، اما تو بعد اختیاریش، اگر در کنار بعد اجباری که زیر نظام حاکم بر طبیعت هستید، بهش میگن نظام کونی و قدری، نظام فرسایش حاکمه. تو نمیتونی بگی من به فرسایش کشیده نمیشم. انسان 70 ساله مثل انسان 20 ساله است، تو توانش به فرسایش رفته. وقتی که بعد اختیاری تابع بعد اجباری میشه در نظام هستی، اینجاست که تو همگام و همزبان و همراه با کل چه موجودات خداوند حرکت میکنی. دیگه تسبیح تو با تسبیح کوه هماهنگه، تسبیح تو با تسبیح دریا هماهنگه، تسبیح تو با تسبیح سنگ هماهنگه، تسبیح تو با تسبیح درخت هماهنگه. تو تصور بکن یک رودخانه پرتلاطم با یک شیب خیلی تندی تو یک مسیر داره میره. اگر شما در بعد اختیاریت اختیار درستی نداشتید، یعنی خدا رو انتخاب نکردید و تسلیم امر خدا نشدید، شما میشی مثل یک زورقی، مثل یک قایق کوچکی که در جهت خلاف کل موجودات داره حرکت میکنه، یعنی در خلاف جهت حرکت چه